ریش و برود و یا مویلب با اندازه ها و شکل های گوناگون را روزی 23 اکتبر در شهر ایگینگ ام زی آلمان دیدن ممکن بود. اینجا بیش از 100 خوشبرود و صاحب ریش های غیر معمولی از کشورهای گوناگون جمع آمده بودند تا صاحب جایزه دارنده بهترین ریش و برود شوند. حکمان که سرتراشان کسبی بودند، شرکتداران آزمون را از روی پرورش، تازگی، شکل آرایش و زیچی ریش و برود بهاگذاری کردند. رالف شولتز، غالب بخش ریش شاهانه گفت که 7 سال باز در آزمون‌های گوناگون صاحبان ریش و برودهای غیر معمولی اشتراک می‌کند. امروز بار نخست موفق شدم که در مسابقه آلمان غالب شوم. تا این زمان در مسابقه‌های محلی جای یکم می‌گرفتم و چند بار جای دوم هم گرفتم. از نتیجه آزمون خیلی خوشحالم. کارل موزبرگر، رقیب شولتز، در این آزمون به پیروزی دست نیافت. مویلب من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی، درازی ریش و برود بسیاری ها و شیوه آرایششان خوب بود. این به من دست نداد و مغلوبیت را باید قبول کنم. در این آزمون بخت نه بروی همه خندید، اما آنهایی هم که پیروز نشدند از شرکت در این مسابقه خوشنود بودند.